میخوام یه تکنیکی بهتون یاد بدم که با اعداد، با فنگشویی و با کلی از شکل‌ها به پول و ثروت برسید. اعداد 11 11 22 22 2020 و این اشکال و فنگشویی و سنگ‌ها چیزهایی بهتون یاد میدم که شما واقعاً به اون ثروتی که میخواید برسید. چی فکر کردی؟ واقعاً فکر کردی که این داستان‌ها و این اعداد میاد برای تو پول و ارزش و ثروت به تو بده؟ یعنی پروردگار اصلا هیچ، قوانین جهان هستی هیچ، قوانین جذب، متافیزیک هیچ، کارکرد انسان‌ها هیچ، تکنیک‌ها و فن‌هایی که بلدن هیچ. واقعا نمیخوای عاقل شی، از این جهل و جبر در بیای؟ راز تاریک ماتریکس اینه که تو فکر میکنی تو مد و فشن و لباسی، ولی اصلا اینجوری نیست. خانواده‌های سلطنتی رو نگاه کن، یه دونه‌شون لباس‌های زابدار نمیپوشن،